آقای دکتری که من امروز اومدم اونجا گفتی با 3.5 دندونش کامپوزیت میکنم، بیا اینم نمونه کار. لبخند خود رو زیبا کنیم. این چیه؟ یعنی زیباست لبخند من؟ انگار دندونم شکسته گچ گرفتی. دوستش خودش با خریبازی درست میگم از این قصه حرف نمیده. چی کردی با من؟ به من تکت نمیکنم آبروت نره. اومدم اونجا برگشتی میگی نمیدونم 10 تومن بذار لب شیشه 20 تومن بذار. از اول بگو 40 تومن به قرآن من میگم این چیه؟ با دلم کنده نمیشه هر کاری میکنم. زبونم اصلا چی عهد بسی اون پیمان پزشکی بزنش کمر ایشالله. قده در آورده دندونه من جازش که گچ هم نتونستی درست بگی. الان دیدم به خدا تگت نمی کنم گناه داری زن و بچه داری ولی خودت میری یه جای دیگه دندون پزشکی. نگاه کن تو رو خدا الان من چجوری در بیام بیرون؟ سلام عقب مونده کردی من